دوستان، چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، توی ویدیو اومدیم بهتون آموزش بدیم که چطور توی تراریا 2 نفره وصل بشین. خب هر دوتاتون به یه وای فای وصل میشین، حالا یا به یه گوشی اینترنت، بعد به یه اینترنت اگه میخوای با دوستت بازی کنی. خب بعد هر دوتاتون وارد تراریا میشین. بعد از اینکه به یه هاتسپات وصل شدین، بعد وارد پلیر میشین. وقتی که وارد مولتی پلیر شدین، اگه یه زمین که هیچ، حالا من همین رو انتخاب میکنم، همین زمینمو، بعد اینجا اینو میزنم، بعد پلیش میکنم. بعد اگه اینجا نوشته پسورد، اگه اینجا نوشته چند نفر، 2 نفر یا 8 نفر، تا 8 نفر فرد میشه. اینجا نوشته پسورد میخوای که اگه یعنی یکی دیگه اگه بخواد بهت وصل بشه بدون پسورد وصل میشه. اگه پسورد بزنی، مثلا تاریخ تولدتو بزن 1391، تاریخ تولد من اینه، اینو میزنی. اونم اگه خواست وارد بشه باید این پسورد رو بزنه که وصل بشه. خب حالا من پسورد نمیزنم، پلیو میزنم. حالا دوستتونم اینجا همون گزینه مولتی پلیر میره. باید که رفت توی مولتی پلیر، حالا زمین من که لود شد، دوستتم که توی مولتی پلیر وایساده مولتی پلیر میزنه همون گزینه که من گفتم، اونم میره توی پلیو میزنه، اینجا وای میسته. خب حالا شما که وصل شدین، الان میبینید اینجا همون جایی که من هست بود، لوکال، گزینه لوکال رو که بزنین، نیو رو بزنین میاد لوکال. بعد که زدین پلی میاد. حالا من زود برم خونه. نیست، نه نیست. خب بعد اینجا میاد خودش مینویسه، خودتون میبینید پلیو که زدین. الان میبینید یه آدمی اینجاست، نگاه کنی، اونم الان میمیرم. خب منم اومدم. الان میتونید 2 نفره با هم بازی کنین. این جونش هم هست. حالا میتونید با هم بریم بازی کنین، اشغال کنین. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. تا این ویدیوی دیگه، خدافظ.